سلام بچه ها. یه صدایی میاد. به نظرتون صدای چیه؟ خوب گوش کنید. آفرین، بله، صدای دریاست. امروز میخوایم با هم یه سفر به دریا بریم و با جانورانی که در دریا زندگی میکنن آشنا بشیم. آماده هستید؟ خیلی خوب. پرندگان دریا مثل مرغ دریایی، لک‌لک، پلیکان. اما چرا این پرنده ها کنار دریا زندگی میکنن؟ همونطور که در تصویر هم میبینید، چون غذاشون ماهی های ریز و درشت دریاست. صدف. میدونستید صدف هم یک جانور هست؟ وقتی که صدف ها میمیرن، این قسمت سخت بدنشون کنار دریا باقی میمونه و ما میتونیم اونها رو جمع کنیم. جانور بعدی نهنگ هست. حتما با دیدن نهنگ ها میپرسید پس چشم های نهنگ کو؟ این قسمت سفید رنگ چشم نهنگ هست. موقعی که نهنگ ها به دنیا میان، یک لکه نارنجی رنگ خیلی ریز هم در اینجا هست. به تدریج که بزرگ میشن، اون لکه نارنجی از بین میره. اما کوسه، جانوری که حس بویایی و شنوایی خیلی قوی داره. جانور بعدی رو میخوام شما اسمش رو بگید. خوب به عکسش نگاه کنید. آفرین، اره ماهی. و در نهایت 8 پا، جانوری باهوش که در مقابل دشمن گاهی مثل یک گیاه نرم و صاف میشه و گاهی مثل یک سنگ سفت و سخت. این هم تصویری از موج دریا. میدونید موج چجور تشکیل میشه؟ وقتی باد به سطح آب دریا میخوره، اینجوری موج به وجود میاد. شاید بپرسید این اطلاعات در مورد دریا و جانوران دریایی برای چی بود؟ خب، درس 17 کتاب فارسیمون یک درس علمی در مورد دریا و جانوران دریایی هست. بریم با هم این درس رو بخونیم. درس 17. صدای موج. آیا تاکنون دریا را دیده ای؟ دریا بسیار زیبا و تماشایی است. آسمان صاف و آبی دریا خیلی دیدنی است. صدف‌های سفید در کنار دریا اینجا و آنجا دیده می شود. صدای موج دریا به گوش می رسد. پرندگان دریا ماهی‌های ریز و درشت را شکار می کنند. جانورانی مانند نهنگ، کوسه، اره ماهی و 8 پا در دریا زندگی می کنند. حتما نشانه جدید رو خودتون کشف کردید. آفرین به شما دانش آموزان توانمند و تلاشگر. بله، این نشانه در کلمات صدا، صاف و صدف اومده. چه صدایی داره؟ بله، صدای س داره. اما بچه ها، شکلش با اون س که قبلا خوندیم فرق داره. ما قبلا س غیر آخر
س آخر رو یاد گرفتیم. اسمش هم امروز بهتون میگم. اسمش هست سین. نشانه جدید درسته صدای س داره، غیر آخر و آخر هم داره، اما بچه ها اسمش هست صاد. صدای هر دو مثل همه، اما اسمشون فرق میکنه. بچه ها نشانه صاد از زبان عربی وارد زبان فارسی شده. کلمه هایی که با این نشانه نوشته میشن کم هستن. شما باید خوب به این کلمه ها نگاه بکنید، ازشون عکس بگیرید و بدید به ذهنتون. حالا بریم با کلماتی که با نشانه صاد نوشته میشن بیشتر آشنا بشیم. صندوق، صورتی، صابون، صدا، صدف، صورت، آسمان ابری، آسمان صاف، صف، فصل. وسایل مخصوص آشپزخانه، وسایل مخصوص مدرسه، وسایل مخصوص نقاشی، وسایل مخصوص رعایت بهداشت فردی و یک پیتزای مخصوص دستپخت مادر. مخصوص. جمله اول درس صدای موج یادتون هست بچه ها؟ آیا تا کنون دریا را دیده ای؟ جمله هایی که با آیا شروع میشن جمله های سوالی هستند. در پایان این جمله ها ما باید علامت سوال بذاریم و این جمله ها رو طوری بخونیم که وقتی کسی میشنوه متوجه بشه ما یک سوالی میپرسیم. قسمت پایین درس صدای موج در کتابتون جنوب کشورمون ایران رو نشون میده. خلیج فارس. چند تا از جانورانی که در اونجا زندگی میکنند رو برای شما کشیده. شما بالای هر جانور اسمش رو مینویسید. بعد یک خط زمینه میکشید و روی اون کلمه هایی که نشانه صاد دارن و در درسمون خوندیم مینویسید. حالا که خوب این درس رو یاد گرفتیم با هم یک کاردستی درست میکنیم. کاردستی صندوق. با چوب بستنی، مقوا یا کاغذ رنگی یا قوطی‌های خالی که توی خونه دارید میتونید این کاردستی رو درست کنید. بعد روی برگه های کوچیک کلمه هایی که نشانه صاد دارن و تا اینجا یاد گرفتیم می نویسید و داخل صندوق میگذارید. هر روز این کلمات رو می خونید تا خوب یاد بگیرید. اما تکلیف داریم. چه تکلیفی؟ درس صدای موج رو با دقت می خونید. مثل شکل صفحه مقابل 4 گل می کشید و اون رو با کلماتی که نشانه سین و صاد دارن کامل می کنید. جمله مربوط به هر کلمه رو از کتابتون می کنید و در دفتر می نویسید. بچه ها رنگ کردن گل ها یادتون نره. موفق باشید.